دوستان با درود خدمت شما. دوستان واسهتون یه سورپرایز دارم. آوردمتون نمایندگی هوندا تو شهر توکیو، مرکز توکیو. اینجا نه تایلند، نه چین، نه اروپا، اینجا خود ژاپنه. اورجینال. اینم نمایندگی هوندا. با هم دیگه بریم تو تا موتورها رو ببینیم. تقدیم به نگاه زیباتون. دوستان ما وارد سالن اصلی این نمایندگی هوندا شدیم. میریم با اولین موتور. واو، CB1000RR. فوق‌العاده است این موتور. تقدیم به نگاه زیباتون. با امید اینکه نصیب تک تکتون بشه، جوانای با لیاقت ایران سوار این موتور بشن. مشخصات موتور رو براتون بگم. CBR 1000RR SP. مدل این موتور 2024. قیمت 2,800,000 ین. به پول ایران تقریبا میشه 2,500,000,000. تقریبا دارم میگم خدمتتون ها. حالا چون وقت نداریم دیگه حساب کتاب دقیقش رو نمی‌کنم. واقعا این موتور فوق‌العاده است، فوق‌العاده. دوستان یه خدمتتون یه توضیح کوتاه هم بدم. موتورهای سنگین ژاپن برای شرکت هوندا، 3 تا کارخونه هوندا داره تو ژاپن. موتورهای سنگین تو شهر کوماموتو تولید میشه و موتورهای شهری در کارخونه سایتاما تولید میشه و طراحی تمام این موتورها موتورهای ژاپن و شعبه اصلی کارخونه هوندا در شهر هاماماتسو طراحی میشه. یعنی قدیمی ترین شعبه کارخونه هوندا کارخونه هاماماتسوه. کارخونه هاماماتسو تمام طراحی‌های این موتورها اینجا انجام میشه و اولین موتورهای هوندا هم در اون شهر، در اون کارخونه تولید شده.